پیرسیتسکی زلیف، خلیج فارسی، این اسمی هست که در تمام نقشه ها، منابع آموزشی، کتاب های درسی، اشعار، رمان های کهن و معاصر و حتی در کوچه و خیابون های روسیه بین روس ها داره استفاده میشه. تو برو به یک روس بگو عربسکی زلیف، خلیج عربی، یا میره تو فکر میگه این خلیج عربی که گفتی دقیقا کجاست، یا بهت میخنده میگه دیوانه ای مگه، خلیج عربی داریم مگه. عبارت عربسکای سکاسکا یعنی افسانه عربی، اما روس‌ها در محاوره بین خودشون این عبارت رو افسانه خیالی یا حرف مفت و زیادی زدن معنی رو به کار میبرن. این رو گفتم که بدونی حتی روس‌ها هم خیلی خوب با صفت عربی آشنایی دارن. این رو بفرست بره کلا.